میدونی اولین بخشش خدا چیه؟ اینه که نیاز درت به وجود بیاره. نیاز یعنی آگاهی به این که من اینو ندارم و میخوامش. میگه وقتی بهت نشون میده یعنی میخواد برسونتت به اون سمت. مثل آب معشوق که اگر بخواد تو رو به سمت خودش بکشه تشنت میکنه. مولانا به نظرم حرف اصلیش اینه که میگه دعا رو احساس خاص رو او در ما ایجاد میکنه. بنابراین وقتی که توی همچین احساسی داری در واقع او میخواد اون چیزی که خواستت هست رو بهت ببخشه. اگر در طلب جوهر کانی کانی و در طلب لقمه نانی نانی، این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آن